ای قدوس عادل و ای خدا یکتا، تو را شکر و سپاس می کنیم که رحمت تو بی نهایت زیاد است و بندگان خطاکار و گناهکارت را اگر با توبه و ندامت به سویت بیایند می بخشی. خداوندا، اعتراف می کنیم که قلبمان از چیزهای ناپاک لبریز شده و چشمانمان از هوس‌های شهوانی و اعمالمون از خواسته های نفسانی مملو است. ای خدا، می‌دانیم که این چیزها ما را از تو جدا ساخته است. می‌دانیم که گناهکاریم. آمده ایم به درگاه تا طلب بخشش و مغفرت کنیم. آمده ایم تا با تو ای خداوند صلح کنیم، تا توبه کنیم. آمده ایم تا از تو تمنا کنیم که بر ما ترحم فرما، ما را ببخش و به ما نیرو بده ای خداوند تا دیگر گناه نکنیم. آمده ایم تا طریق زندگی پاک را از تو بیاموزیم. ای خداوند، بر ما ترحم فرما و دعای ما را بشنو. این تمنا را به نام مقدس منجی بشریت و به شایستگی او یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. کلام خدا یکتا را می‌گشاییم و با یکدیگر از فصل 13 رساله حضرت پولس رسول به رومیان از آیه 8 آیات را قرائت کرده و از خداوند یکتا تمنا می‌کنیم که نه فقط افکار ما را متوجه گفتار مقدسش کند، بلکه طلب می‌کنیم که در این ساعت روح القدس خویش را به ما عنایت فرماید تا معنی آیات را به ما بفهماند و ما را در پذیرفتن گفتارش یاری بدهد. در 7 آیه اول حضرت پولس درباره رفتار و عکس العمل ما در برابر حکومت‌ها و دولت‌ها دستوراتی رو صادر می‌کنه و از ما مسیحیان می‌خواهد که از دولتی که در پی نیکویی و انصاف و عدالت و خدا ترسی برای ملت خیش میباشد اطاعت کرده و قسمت و وظیفه خود را در برابر قانون اجرا و ادا نماییم. در فصل‌های گذشته ابتدا او درباره رابطه‌مون با خدا به طور انفرادی صحبت کرد و در 7 آیه اول فصل 13 درباره رابطمون با دولت‌ها و حکومت‌ها دستوراتی می‌دهد و حالا از آیه 8 او درباره رابطمون با همسایگان و یا اشخاص به طور انفرادی و جمع دستوراتی رو می‌دهد که اساس تعلیمات و نوع رفتار ما مسیحیان با هم نوعانمون باید باشد. حضرت پولس در آیه 8 اینطور می‌فرماید: مدیون احدی به چیزی نشوید. مدیون احدی به چیزی نشوید جز به محبت. دقت کنید دوستان عزیز، کلام خدا امروز به من و شما چه نوع تعلیمی می‌دهد؟ می‌فرماید مدیون احدی به چیزی نشوید جز به محبت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید شریعت خدا را به جا آورده باشد. زیرا کسی که دیگری را محبت نماید شریعت خدا را به جا آورد. حضرت پولس از این آیه طریق زندگی مصالحت آمیز با همسایگان را به ما مسیحیان می‌دهد و وظیفه ما مسیحیان را به هم نوعان خودمون آشکار می‌کنه. به ما نشون میده که چطور رفتاری داشته باشیم. اول از همه درباره بدیها و قرضها صحبت می‌کند و می‌فرماید تمام بدهی‌های خود را بپردازید تا مدیون هیچ کسی نباشید و فقط خود را مدیون بدانید که محبت کنید. هرگز از محبت کردن به زبان دیگر دست نکشید. هرگز در محبت کردن کوتاهی نفرمایید. هرگز از محبت کردن خسته نشوید. چون اگر دیگران را همیشه محبت کنید، اگر دیگران را دوست بدارید و محبت کنید، آن وقت در حقیقت از تمام قانونهای خدا پیروی می‌کنید. دوستان عزیز،
دقت کنید، رسول خدا در اینجا یک ادعای بسیار بزرگی می کند. می گوید اگر مردم را دوست بدارید و محبت خالص کنید، آن وقت از تمام قانونهای خدا پیروی می کنید. به طور عملی این آیه داره به من و شما میگه که اگر امانت کسی پهلوی شما است، بروید آن را تحویل بدهید. اگر چیزی از همسایتون قرض کردید، به جای اینکه نزد خودت نگاه بداری، به این امید که طرف فراموش کنه، برو و هر چه زودتر آن را پس بده. اگر از همسایت حتی نان یا برنج یا ظرفی قرض کرده ای، برو اونو پس بده. کلام خدا ما را از مدیون شدن در هر چیزی به غیر از محبت کردن باز داشته است. ولی در مورد محبت میگه هر چقدر هم به هم نوع خودمون محبت کرده باشیم، باز کم محبت کرده ایم. دوست من، در این آیه حقیقت آسمانی نهفته است. حقیقت خدایی که خدا کند به عمق این دستور خدا پی ببرید. خیلی مهم است که دقت کنید چرا رسول خدا میگوید که اگر محبت کنی قانونهای خدا را انجام داده ای. اگر محبت کنید، که البته مقصود از محبت همان محبت خالص و بی انتظار و بی ریاست، آن وقت تمام قانونهای خدا را اجرا می کنید. یعنی نه فقط رابطه درست و خوب و محکمی با هم نوعان خود خواهید داشت، بلکه به آرزوی نهایی خود، یعنی خوشنود ساختن خدا و اطاعت از فرمان خدا نیز میرسید. مقصود همین است که اگر محبت کنید، شریعت را به جا آورده اید، یعنی قانونهای خدا را همه اطاعت کرده اید. دوست من، همونطور که گفتم، رسول خدا در اینجا سخن از یک راز بزرگی می کند. ممکن است بپرسید چطور ممکن است که ما با محبت کردن فقط تمام قانونهای خدا را اطاعت کنیم؟ جواب را خود حضرت پولس از آیه 9 به من شما می دهد. می فرماید زیرا که زنا نکن، قتل مکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، طمع نورز و هر حکم دیگری که هست، همه شامل این است که در این کلام که همسایه خود را چون خودت محبت نما. حضرت پولس میگه اگر شما همسایه خودتون رو به همان اندازه‌ای که خودت رو دوست دارید دوست بدارید، آن وقت شما نمیخواهید به همسایه خود صدمه‌ای برسونید. اگر همسایت را دوست داری و محبت کنی، هیچ وقت سرش رو کلاه نمیگذاری. اگر صادقانه همسایت یا هم نوعت را دوست داری، نه فقط نمیخوای او را بکشی، بلکه هرگز آرزویی نداری که به اون آزاری برسونی. هیچ وقت آزاری به اون نخواهی رسانی. اگر همسایت را دوست داری و محبت میکنی، هیچ وقت از مالش دزدی نمیکنی، در عوض از مالت به او میبخشی. اگر همسایت را دوست داری و محبت میکنی، هرگز نه فقط به مال او چشم نداری، به زن و بچه های او، به اموال او هم چشم نخواهی داشت. اگر همسایت یا هم نوعت را دوست داری و محبت میکنی، هرگز مال طمع به او نداری. هیچ وقتم کاری به ضد او نمی کنی. و دوستان عزیز، اگر این کارها را بکنی، در حقیقت 10 فرمان خدا را اجرا کرده اید. زیرا خدا در قانونهای خود فرموده است که طمع نکن، دزدی نکن، قتل نکن، به مال همسایه خود طمع مورز و شهادت دروغ مده و غیره و غیره، که همه آنها با محبت کردن آنها را در حقیقت انجام نمیدی. یعنی وقتی که محبت کنی، تمام این دستورات که مسیح و یا خداوند به حضرت موسی داده، به شریعت داده است، انجام دادی. قتل نکردی، دزدی نمی کنی، شهادت دروغ نمیدی، به مال خود طمع نداری، اگر محبت کرده باشی. پس ای عزیزان، مطابق آیه 9 و 10 متوجه می شویم که تمام خلاصه شریعت، تمام خلاصه قوانین خدا رو میشه در یک جمله و آن محبت کردن خلاصه کرد. در این آیات متوجه میشیم که محبت به همسایه خودمون، که مقصود همون هم نوعان خودمونه، نه فقط همسایه دیوار به دیوار، بلکه هم نوعان خودمون، هیچ وقت بدی ازش سر نمیزنه. هر که محبت داره بدی نمیکنه. یعنی محبت تکمیل کننده شریعت و قانونهای خدای
یکتا می باشد. محبت تکمیل کننده شریعت و قانونهای خدا می باشد. مقصود آیه 10 همین است که محبت به هیچ کس بدی نمی کند. به همین دلیل است که محبت تمام شرایط و دستورهای شریعت خدا را اجرا می کند و در خود دارد. و ای عزیزان، اگر حقیقتاً محبت را طریق و مسیر زندگیتون بکنید، شما آن وقت دستورهای خدا را اجرا می کنید. برای همین است که عیسی مسیح می‌فرماید بزرگترین حکم ایمان به خدا یکتا و محبت به خدا یکتا است و حکم دوم محبت به هم نوع است که هیچ قانونی، هیچ دستوری بالاتر از این وجود ندارد. بله دوستان عزیز، هیچ قانونی بالاتر از این قانون خدا یعنی محبت کردن وجود ندارد. چرا؟ حافظ میگوید زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. و عیسی مسیح میگوید که زیرا که خدا محبت است. خدا محبت است و هر که محبت کند از خداست. محبت کنید. محبت را در ذات و هستی خود قرار بدهید و آن را بر هر چیز دیگری در زندگیتون ترجیح بدهید. زیرا نه فقط امر خداست، نه فقط تمام قانونهای خدا را در بر میگیره، بلکه در آیه 11 حضرت پولس میفرماید محبت کنید، خصوصا چون که وقت را میدانید که الحال ساعت رسیده است که ما را باید از خواب غفلت بیدار شویم. زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آورده ایم. و آیه 12 میفرماید شب منقضی شد و روز نزدیک آمد. پس اعمال تاریکی را از خود بیرون کرده اسلحه نور را بپوشید. حضرت پولس در این دو آیه میگوید که ما باید محبت را پیش خود کنیم، زیرا که عمر ما به سرعت برق داره میگذره و به زودی به پایان میرسه. پس بیدار باشید، هوشیار باشید که وقت خود را بیهوده در پی اموال و مقام و ثروت دنیوی و چیزهای فانی تلف نکنید. زیرا نه فقط عمرمان به زودی به پایان میرسه، بلکه وقت ظهور منجی و نجات دهنده عزیزمان عیسی مسیح بسیار بسیار نزدیک است و هر آن ممکن است که خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده جهان با جلال و جبروت و قدرت خدایی به این جهان بیاید و با آمدن او به این جهان دیگر ما فرصتی نخواهیم داشت که به خود بیاییم و زندگیمون رو اصلاح کنیم. الان آن ساعت است. الان آن ساعت روزی است که ما باید خود را آماده کنیم، زیرا از شب خیلی گذشته و روز برگشتن مسیح به زودی میرسد. یا روزها و شب و ایام که خدا به ما داده است تا خود را برای روز داوری آماده کنیم به زودی به پایان میرسد. دوست من، ما در آداب رسوم رسم داریم که میگیم وقتی کسی مرد میگیم خدا بیامرزش، و یا دعا برای شخصی که مرده است میکنیم که خدا او را ببخشه. ولی دوست عزیز، کسانی که اینطور فکر میکنن خود را فریب میدن. شخص وقتی که بمیره دیگه فرصت توبه تمام شده. الان است که من و شما باید توبه کنیم و آمرزش از خدا بطلبیم، نه پس از مرگ. این آیات در حقیقت همانند زنگ خطری است برای ما مسیحیان که خود را اسیر چیزهای دنیوی نکنیم، تا مبادا در روز ظهور منجیمان شرمنده و رسوا شویم. سپس در دعای آخر فصل 13 رسول خدا اینطور به ما دستور می‌دهد، میگوید با شایستگی رفتار کنید. با شایستگی رفتار کنید، چنان که در روز نه در بزم‌ها و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی خود تدارک نبینید. دوست عزیز، راستی شما روزهای خودتون رو چگونه به سر می آورید؟ هدف از زندگیتون رو چه چیزی قرار داده اید؟ آیا دائما در پی به دست آوردن ثروت هستید؟ آیا هدفت اینه که صاحب مقام و منزلت بشی و به قول معروف حالا که همه زرنگی میکنن تو هم زرنگی کنی؟ آیا در پی ارضای خواهش‌های جسم و نفس هستی؟ حضرت پولس به ما میگوید کارهای گناه‌آلود را که متعلق به تاریکی و ظلمت است یا به شیطان تعلق دارد کنار بگذارید، ولش کنید، فرار کنید، اونا را ترک کنید و راهتون رو
یک زندگی پاک ادامه بدهید. راه یک زندگی پاک را در پیش بگیرید، چون این وظیفه ماست که در نور یا در پاکی و تقوا زندگی کنیم و او از خدا الهام گرفته و به ما امر می‌کند که حالا که مسیحی شده اید، هر کاری که می‌کنید باید با شایستگی و وقار و درستی انجام بدهید تا همه از رفتار شما راضی باشند. و امر می‌کند که وقت خود را بیهوده تلف نکنیم. وقت خود را در شب نشینی هایی که منجر به مستی و زنا و شهوت و دعوا و حسادت و مواد مخدر کشیدن و نعشه شدن حرام نکنید. برعکس وجودتان را به عیسی مسیح مقدس تسلیم کنید. بگذارید که او صاحب و مالک جانتان باشه. به جای اینکه دنبال هوسای جسمتون برید، دنبال عیسی مسیح زنده برو. راه او را راه خودت کن، اعمال او را اعمال خودت بگردان، تا در روز محشر، در روز ظهور منجی بشریت شرمنده و رسوا نشوید. و ما از فصل 14 حضرت پولس توجه ما را به نوع رفتار و طریق زندگی که باید با ایمانداران یا هممسلکان خود داشته باشیم توجه کرده و آنها را برای ما بازگو می کند. پس در فصل 13 ابتدا درباره رابطه یک مسیحی در قبال دولت و مسئولیت یک مسیحی در قبال حکومت صحبت میکنه. سپس در قبال ملت یا امت صحبت میکنه و حالا وظیفه ما مسیحیان را نسبت به هم یکدیگر یا ایمانداران یا دیگر مسیحیان بیان میفرماید. حضرت پولس با موضوع بسیار حساسی ما را روبرو میکنه، زیرا طبیعت ما را به خوبی میشناخت و میدانست که ذات ما چگونه عکس‌العملی رو طبیعتاً از خودش آشکار میکنه. در آیه 1 الی 4 موضوع مراودت و مساعدت را پیش می آورد و تعلیم میدهد که چگونه ما که سالها در امور معنویت تفکر و تعمق نموده و ظاهراً دارای بینش و فهم روحانی هستیم، چه نوع رفتاری رو باید در قبال کسانی که تازه مسیحی شدن نشان بدهیم. اجازه بدید 4 آیه اول فصل 14 را براتون بخونم و بعد توضیح در مورد آیات بعض شریفتون برسونم. دقت کنید، رسول خدا رو به مسیحیان می کند، رو به ما کرده و می گوید و کسی را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید، لکن نه برای مهاجه در مباحثات. یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد، اما آنکه ضعیف است بغول می خورد. پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که بر بنده کسی دیگری این حکم را می کنی؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط می شود، لیکن استوار خواهد شد، زیرا خدا قادر است که او را ثابت نماید. حالا دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشید، اصل موضوع در این آیات همانا حکم کردن و یا قضاوت کردن می باشه. آن هم قضاوت کردن ایمانداران. رسول خدا ما را از حکم کردن یا نکوهش کردن یا داوری کردن ایمانداران باز می دارد. به زبان ساده تر حضرت پولس می گوید هر برادری را با گرمی در میان خود بپذیرید، حتی اگر ایمانش ضعیف باشه و یا طرز فکرش با شما فرق داشته باشه یا کارهایی میکنه که با طرز فکر شما همراه نمی باشه. به زبان دیگر از او ایراد نگیرید. وقتی کسی که تازه مسیحی میشه به خاطر اینکه از کلام خدا اطلاعات زیادی نداره و یا به خاطر اینکه آشنایی با تعلیمات کتاب مقدس در خصوص اکثر مطالب نداره، مسلماً چنین شخصی که تازه مسیحی شده است با آن کسی که سالها در ایمان به مسیح زیسته فکر و روش و طرز عمل متفاوتی رو خواهد داشت. چرا؟ چون هنوز آشنایی کامل با طرز زندگی یک مؤمن ندارد. تازه مثل کلام خدا که میگه مثل یک بچه تولد شده است. حضرت پولس میگوید نباید کسانی را که در ایمان و طریق زیستن هنوز رشد کافی نکردند و یا همراه و هم فکر شما نیستند، آنها را مورد نکوهش قرار بدیم و با آنها سخت بود. میگوید از آنها نباید انتقاد کنیم، بلکه برعکس باید آنها را یاری بدهیم که در تعلیمات کلام خدا رشد و نمو کنند تا وقتی با مسئله روبرو میشن بتوانند به طرز شایسته و مطابق اراده الهی زندگی کنند.
به جای اینکه بگیم که هی فلانی تو این کار رو اشتباه کردی، بگیم کار درست اینه. به جای اینکه او رو نکوهش کنیم، کار درست را به او نشان بدهیم. حالا برای اینکه مقصود خود را رسول خدا بهتر بفهمونه، دو آیه در این دو آیات مثلی می آورد. میگوید که مثلا بر سر خوردن یا نخوردن گوشتی که در بازار برای قربانی ها وقف شده بوده ولی حالا دارن میفروشن، با افراد جر و بحث نکنید. ممکن است شما عقیده داشته باشید که خوردن چنین گوشتی اشکالی ندارد، ولی چون ایمان دیگران ضعیف‌تره، آنها که ایمانشون ضعیف است آن رو یک عملی نادرست و اشتباه میدانند و ترجیح میدن که اصلا گوشت نخورن و برای خوراک خودشون از سبزیجات استفاده کنند. کسانی که فکر میکنن خوردن چنین گوشتی مانعی ندارد، نباید به کسانی که چنین گوشتی رو نمیخورند به نظر تغییر نگاه کنند. و اگر شما جزو کسانی هستید که چنین گوشتی رو میخورید، نباید از آنانی که این گوشت رو نمیخورند ایراد بگیرید، چون خدا هر دوی شما را دعوت به ملکوت خودش کرده و هر دوی شما به خدا یکتا تعلق دارید و اینکه هر دو تا آنتون خدمتگزار یک خدا هستید. بنابراین چون هر دوی شما خدمتگزار یک خدا هستید، هر دوی شما مسئولیت به خدا دارید. بنابراین از همدیگه انتقاد نکنید، همدیگه رو یاری بدید، مساعدت کنید، در عوض بگذارید خود خدا اشتباهاتتون رو آشکار کنه و خداوند این کار رو میکنه. دوستان عزیز، البته پولس اشاره به موضوعی میکنه که باعث رنجش و نفاق بین مسیحیان آن زمان شده بود، زیرا در آن زمان اکثر گوشت‌هایی که مردم خرید می‌کردند قبلا به خدایان روم وقف می‌شد و بعد آن را در بازار می‌فروختند. حالا گروهی از مسیحیان خوردن آن را حلال و یا جایز می‌دانستند و گروه دیگر خوردن آن را جایز نمی‌دانستند. حالا رسول خدا میگه این امر نباید سبب نفاق بین شما باشه. نباید یکدیگر را به خاطر چنین چیزی خار و پست کنید و یا متهم سازید، بلکه باید عامل اتحاد و بنای ایمان یکدیگر بشید. یعنی امروز هم دوست عزیز بعضی چیزها هست که بر اثر مرور زمان در برابر من و شما پیش میاد که کلام خدا مستقیما به آن اشاره نکرده است. برعکس خدا آن را به عهده ما نهاده است تا خودمون تصمیم بگیریم و قضاوت کنیم. برای نمونه گروهی از مسیحیان میگویند سیگار کشیدن گناه است، زیرا بدن را آلوده میکنه و بدن جایگاه روح و پرستش خداست. اما گروه دیگر میگویند که اگرچه این عقیده درسته، اما خود مسیح نفرموده است که سیگار نکشید، چون در آن زمان سیگاری وجود نداشت. خب چه باید کرد؟ کدام گروه راست میگویند و کدام گروه دروغ؟ جواب اینه که هیچ کدام از این گروه ها دروغ نمیگن و حضرت پولس مقصودش در این آیات همینه که وقتی در برابر چنین مسئله‌ای که در انجیل مقدس به آن مستقیما اشاره نشده است روبرو میشوید، فوراً همدیگر را محکوم نکنید. نگویید که من درست فکر میکنم و حق با منه و طرف اشتباه میکنه. در عوض در چنین موقعیتی باید با دعا کردن از خداوند یکتا تمنا کنیم که به ما حکمت بده، تمنا کنیم که حقیقت را به ما آشکارتر کنه، دعا کنیم که خداوند به ما یاری بده تا بتوانیم همدیگر را متحمل باشیم و هر کداممون مطابق وجدان و ایمانمون عمل کنیم و نه اینکه دیگران را متهم کنید. قناعت ضمیری دوست عزیز مسئله است بسیار حاد و مهم و حضرت پولس در اینجا ما را دعوت به آن می کند که در وجدانمون، در تصمیماتمون همیشه توجهمون این باشه که یکدیگر را بنا کنیم، قناعت ضمیری داشته باشیم، ملاحظه یکدیگر را بکنیم تا وجدانمون راحت باشه و از محکوم کردن بپرهیزیم. ما باید عامل بنا و تقویت بشویم، سبب بشیم که دیگران را در ایمانشون رشد بدیم و نه اینکه دیگران را افسرده و دل سرد نماییم. خیلی‌ها هستن به خاطر اعمال کوچیکی که از دیگران دیدن از کلیسا دل سرد شدن و یا از ایمانشون برگشتن، گفتن که وقتی میبینم فلان اینطوره اصلا مسیحی و مسیحیت پیشکشتون باید. خب این هم اشتباه فکر میکنه و هم آن شخص اشتباه کرده. مسیحیت چیزی نیست که محض رضای خدا یا محض رضای دیگران بیایم مسیحی بشیم. مسیحیت به حیات و مرگ ابدی هر شخصی وابستگی دارد. یعنی اگر شما امروز بیایید مسیحی بشید، زندگیتون رو به دست مسیح بدهید، من طلا و نقره نمیگیرم، جایزه نمیگیرم. البته خوشحال میشم. چرا؟ چون میدانم امروز شما نیز صاحب نجات شدید. آنچه که باعث شفع ما میشه، آنچه که باعث شادی ما میشه اینه که یک گناهکار متوجه شده
که حقیقت در عیسی مسیح و از مرگ ابدی و از جهنم آزاد شده است و اکنون وارد ملکوت خدا گردیده است. و کسی که تازه مسیح میشه، دوست من، اطلاعات زیادی در مورد مسیح نداره. نمیدونه که چطور رفتاری داشته باشه. هنوز یاد نگرفته که محبتی داشته باشه که از جان خودش در حقیقت حاضر باشه بگذاره تا دیگران رو محبت کنه. چرا؟ چون تازه شروع کرده با مسیح قدم بردارد. هر وقتی که ما بیشتر با مسیح قدم برداریم، بیشتر شبیه او میشویم. برای همینی که ما بایستی مواظب یکدیگر باشیم و عامل بنای یکدیگر باشیم، نه اینکه دیگران را به خاطر ضعف‌ها و خطایاشون محکوم کنیم، بلکه آنها را دعوت کنیم که به سوی مسیح آمده و روز به روز با عیسی مسیح قدم بردارن و در ایمانشون قوی تر باشن تا رشد کنن و در کلام خداوند تفکر و تعمق نموده و خودشون هادی و راهنما برای دیگران نیز باشن. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای تا میسپارم و مسیح زنده یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.